وقتی درباره تاریخ بوتانیکی می‌خوندم صاحب باغ وقتی ایتالیا می‌رود همین گونه فواره می‌بیند بعداً ایده در سرش می‌زند که آمریکا که رفت حتما در باغ بوتانیکی خودش همین گونه فونتان را بسازد و برای مردم نمایش بده مردم ببینن راحت کنند و ببینید که هر طرحی ایتالیایی است وقتی که در اومدش می‌دارید حتما نوشتگی است که فونتانی نسخه برداری ایتالیا هست اینا زیاد توریست‌ها در اینجا ببینید چقدر توریست می‌بینید همه ساله زیاده از 1.5 میلیون تماشابین رو به خود این باغ جلب میکند